تومیریس انسانی را که از آزادی محروم مانده است با مرغ قفس تشبیه داده است. بعضاً می‌بینم که حقوق کودکان رعایت نمی‌شود. دسترسی آنها به تحصیل از سوی خانواده‌هایشان محدود می‌گردد. تومیریس 12 ساله که می‌خواهد حقوق شناس شود به این باور است که انسان حقوق به آزادی دارد. او میگوید زیر تأثیر والدین بیشتر همسالانش از حقوق‌های خود کمتر استفاده می‌کنند. عجیب است. دختران را نمی‌گذارند ورزشگر شوند در حالی که آنها مثل پسران حق دارند. در شهر دوشنبه روز 5 اپریل سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی 120 اثر نورسی تاجیک را به نمایش گذاشتند که حقوق انسان و آزادی‌های او موضوع آنها بود. محور گفتگو نیز در این محفل همان مرغ در قفس مانده تومیریس بود. کودکان بسیاری وقت یگان حیوان خرد رو تصویر میکنند، حیوانی که در آزادی نیست و گفتن ممکن است که ممکن کودکان هم خود رو تصویر کنند. بسیاری وقت آنها میگفتند که البته والدین رو باید گوش کرد، لیکن والدین هم در رابطه خود نباید حقوق کودک را محدود کرد. از این رسم‌هایی که کودکان کشیدند. محمد جان شریپوف دانشجو است. او میگوید از نگاه ژرف کودکان حیران شده است. او از این نمایش با برداشت دیگر به خانه برمیگردد. در اینجا رسم‌ها اوید به تحصیل، اوید به استراحت، اوید به جایهای فرهنگی رفته اشتراک کردن. به واسطه همین اینها درج گشتند و از این ما می‌فهمیم که کودکان نیز از خردی در ضمیر قلبشان آزادی و حقوق‌های خود را نیز می‌دانند. اثر ادریس 10 ساله از تلاش انسان برای رسیدن به آزادی نقل می‌کند. این رسم نفری هست که تلاش دارد زنجیر بسته دستش را کند. آینده هر نفر از خودش وابسته است. باید انسان را کسی به کار مجبور نکند. در تاجیکستان به اعتراف مقامات 85% نورسان تاجیک حقوق‌های خود را نمی‌دانند. بر طبق پژوهش سازمان جهانی مهنت زیاده از 500,000 کودک از 5 تا 17 ساله تاجیک در بازار کار می‌کند. سازمان‌های حفظ حقوق انسان در تاجیکستان می‌خواهند نورسان تاجیک حقوق‌های خود را بدانند. در این زمینه چنین نمایشگاه‌ها جای جمع آوری پول‌های خیریوی نیز هست که به نورسان محتاج می‌فرستند. تصویر تومیریس را 15 سومانی نرخ کردند که پول آن برای دستگیری همسالانش صرف می‌شود.